خواهی خطای پیشونی تو بدم الان تو دستمه تو مشتمه. خطای پیشونی تو بدم بوتاکس آقا کنی من صاف کنی. بازیگرم، اگه پیشونیم خط نداشته باشه که نمیشه که. میدونم. نه صاف کن هیچی نتونم از خودم نشون بدم، هیچ حسی رو نتونم. یه دقیقه بده اینجا بوتاکس بزنم. نمیخوام. هیچ کاری نداری. بوتاکس بزنم اینجوری بشم. میگم تو مشتمه الان دکتره. هیچ کاری هم نمیتونم انجام بدم. این چه کاری من بازیگرم، باید حسمو تو صورتم نشون بدم. تو هم از این کارا نکن. بگم 3 تا استامینوفن 500 برات بنویسه حد. برای چی؟ چی میخوای؟ تا اینجا کوبیده اومده 3 تا. خب بابا اومده داستانش یه چیز دیگه است. یه دیفنهیدرامین کامپاوند بگم شبای قلوپی بخوری. عزیز من جناب خواهی دکسترومتورفان پی میخوای بگم بگینه دکتر. یه 10 بسته تئوفیلین جی میتونی برام بگیری؟ سفالکسین 500 میتونی برام ردیف کنی؟ سیپروفلوکساسین 800 میتونی؟ تابانکس 20 میتونی بدی بخور؟ 20 که نداریم. چند داریم؟ تابانکس 500. تا بهتر محسن تابانکس 500 حیثیتمونو نبر. بذار بچلونو نه آبرومون رفت. بزنیم به زخمای نه آروم باش. خواهش میکنم آروم باش.